سوال خیلی مهمی است. ویروس سبب بیماری کووید 19 ویروس بسیار حیله‌گر و بسیار فریبکار است. دانشمندان و جهان به خودش غرور داشت که ما انقدر علم پیشرفت کرده است که ما بیماری ها را داریم یک به یک از بین میبریم. لیکن این ویروس فریبکار دنیا را به جنگ کشید، دنیا را به تشویش کشید، دنیا را گرفتار کرد. پس بدانیم ساده نگاه نکنیم به این ویروس. سال گذشته وقتی که ویروس در دنیا پهن شد، بدن ما، بدن من و شما دفاع کرد و ویروس را شناخت و شروع کرد به از بین بردن ویروس و با رعایت گگنی شخصی، نقاب زدن، بسیاری از کشورها توانستند موج بیماری را کنترل کنند، از جمله جمهوری تاجیکستان. ولی دشمن ما از آنجایی که فریبکار و حیله‌گر است رفت و شکلش را عوض کرد. لیکن ویروس برای اینکه خودش را نگه دارد و دفع نشود رفت و بیرق خودش را عوض کرد، نمود خودش را عوض کرد. ما باید امسال بسیار هوشیارتر از سال گذشته باشیم. او فهمیده است ما او را دفع می‌کنیم، او تیزتر پهن می‌شود. پس پهن‌شوی ویروس بسیار تیزتر شده است و چون پهن‌شوی تیزتر شده است احتمال فوت بیشتری ما داریم، چون افراد بیشتری گرفتار می شوند. به این خاطر است که اگر نگاه کنید در سال گذشته در بسیاری کشورها اگر در اهالی آنها 8 نفر 10 نفر زندگی می کرد، 1 نفر یا 2 نفر به ویروس گرفتار می شد. ولی حاضر در بسیاری از کشورها گزارش هایی که می آید اگر در یک اهالی 7-8 نفر با هم زندگی می کنند همه آن اهالی گرفتار شدند یا بیشتر آن اهالی گرفتار شدند. این به سبب نمود نوع ویروس است که پهن‌شویش تیزتر است و به خاطر همین پهن‌شوی تیزتر می شود سرایت شوندگان بیشتر می شوند و به خاطر همان می تواند فوت بیشتری ایجاد کند. ولی از آنجایی که علم بشر دقیق است هنوز این ویروس در مقابل رد شدن از نقاب نتوانسته است کاری بکند. پس مهم این است که ما نقاب را حتما بزنیم. با همین نقاب ها و فاصله گذاری ها و شستن دست ها و هوای تازه میتوان جلوگیری کرد از پهن‌شوی آن و اگر واکسن بود واکسن زد. پس هنوز نتوانسته از فریب واکسن بدهد و هنوز نتوانسته از فریب نقاب بدهد. شخصانی که بیمار میشوند میتواند برای مدت کوتاهی 2 مرتبه بیمار نشد، ولی تمام شخصان میتواند برای بار دوم بیمار شود، میتواند برای بار سوم بیمار شود، برای بار 4م بیمار شود. پس این بیمار شوی نوابسته به این است که ما در گذشته بیمار شده ایم یا نه، میتوانیم برای بارهای دیگر بیمار شویم. نشانه های بالینی یا نشانه های کلینیکی اشخاص در نمود نو فرقش با نمود کهنه چیست؟ تحلیل بیمارانی که ما در تاجیکستان داریم و تحلیل کشورهایی که ما مرزهای زمینی دارد با تاجیکستان از جمله افغانستان و ازبکستان نشان از آن دارد که در تاجیکستان هم ویروس کهنه را داریم و هم ویروس نو. نمود کهنه نشانه هاش میتواند سرفه، بدن درد، حرارت بدن بلند می شود، می تواند حس بو و مزه را از دست بدهیم، می تواند درون روی داشته باشد. اینها نشانه‌های هستی و در کسانی که شدید می گیرند تیز نفس کشیدن، کوتاه نفس کشیدن و مشکلات نفس کشیدن باشد. در نمود نو ما سرفه را کمتر می بینیم، به جای سرفه آبریزش از بینی داریم و گلو درد. پس تمام شخصانی که در این تابستان آبریزش از بینی دارند با گلو درد یا آبریزش دارند با سردرد به همراه نشانه های گذشته، آنها هم باید گمانبر باشند به کووید 19. علاقش را با دیگران کم کند. پس اگر در خانه‌ای هست در یک خانه جداگانه بماند، علاقش را با سایر اهالی آن عائله کم کند، از بین ببرد این اهالی علاقه را.
تریزه‌هاش را باز بذارد و حتما نقاب بزند. 2. به دکتر عائلوی، طبیب عائلوی یا همشیره طبابتی که به قید آن مرکز هست تلفن بزند و گزارش بدهد که او این نشانه ها را دارد. 3. اگر امکانیت انجام تست کووید بود، تست کووید بدهد. اگر امکانیت نبود 2 هفته خودش را در قرنطینه نگاه بین کند. جواب این سوال این است: 80 تا 85% بیمارانی که کووید گرفتند یا گمانبری به کووید داریم یگان طبابت نمیخواهند. بی خودی نروید داروهای اوکل زیاد بزنید. داروهای آنتیبیوتیکی، داروهایی که اوکل میزنید، آنها در ویروس کووید 19 بی ثمر است، هیچ ثمر ناکی ندارد. ولی چه مشکلی پیش میارد؟ مشکلی که پیش میارد چون این داروها خیمیایی هستند، خیمیایی بدن را به هم میریزد، ناراحتی های گرده و جگر ایجاد میکند. پس بدانیم اگر نشانه های ما سبک باشد یا میانه، یعنی چه؟ نشانه سبک و میانه این است که شخصانی که تیز تیز نفس نمیکشند، شخصانی که احساس خفگی ندارند، اینها شخصانی هستند که ما با آنها میگیم سبک گرفتن بیماری را یا میانه. اگر سرفه دارد ضد سرفه استفاده کند. اگر حرارت بدنش بلند هست ضد حرارت بلندی که همان پاراستامول است. آب بنوشد، میوه بنوشد، هر خوراکی که خواست میل بکند، هیچ مشکلی ندارد. طبابت نمیخواهد، آنتیبیوتیک نمیخواهد. من دیدم خیلیا واهمه کردند، خیلیا ترسیدند و رفتند به بیمارخانه. نیازی نیست به بیمارخانه بروند. شخصانی باید به بیمارخانه بروند که مشکلات نفس کشی دارند. شخصانی که مشکلات نفس کشی ندارند نیازی به بیمارخانه ندارند، نیاز به هیچ طبابتی ندارند، نیاز به داروهای ضد لخته شوی ندارند. این سوال خیلی مهم است. ببینید، اگر 100 نفر در بدنشان ویروس وارد بشود، قریب 15 تا 20 نفر از آنها ویروس در بدن هست ولی یگان نشانه ندارند. با آنها میگوییم بیماران بی نشانه یا پزشکیش میشود اسیمپتوماتیک. و سبب پهن‌شوی این بیماری در دنیا هم همان بی نشانه ها بودند. هر کسی هر کدام از این نشانه ها را داشت باید گمانبر باشد و خودش را قرنطینه کند، ولی قرنطینه کردن خودش بسیار مهم است و نقاب زدن. تا به امروز ما هیچ دارویی که ویروس کووید 19 را از بین ببرد به پورگی نداریم. پس نیازی نیست آنتیبیوتیک مصرف شود، نیازی نیست به داروی. مهم این است که شما وقتی که فرد میگیرد به صورت سبک یا میانه، خودش را در قرنطینه نگه دارد که پهن نکند. چرا؟ چون اگر شخص شدید بگیرد اون میتواند فوت کند. از اهالی دنیا ما نمیدانیم چه شخصانی شدید میگیرند، چه شخصانی ملایم میگیرند، چه شخصانی بی‌نشانه میگیرند. به این سبب است میگیم پیشگیری مهم است. پس بیماران به 2 گروه میشوند. گروه خیلی شدید که وزنینن و خیلی وزنین، آنها بیمارخانه‌این. آنها شخصانی است که تیز تیز نفس میکشند یا سخت نفس میکشند یا کوتاه نفس میکشند. اگر این 3 تا نبود، سرفه داشت، حرارت بلندی داشت، بیمداری و بیحالی داشت، بدن درد داشت، نگران نباشید، در خانه بمانید بدون طبابت، بعد از 2 هفته خوب میشوید. پس عین زمان مهم است که من و شما بدن خودمان را، ششهای خودمان را، دهان و بینی خودمان را از این ویروس فریبکار هیله‌گر مصون نگه داریم. چگونه می شود مصون نگه داشت؟ به این صورت که من نقاب میزنم. شما چطور؟